برای اشتراک در این رزمایش مشترک وسیع حربی، هیئت نظامیان قوه‌های مسلح جمهوری ازبکستان از قسمت مرزهای جنوبی تاجیکستان با تکنیک‌های وزنین زیرپوش جنگی و اتومبیلی، سلاح و مهمات حربی و جزء تام‌های تعیینات مخصوص تحت حمایه و راهبلدی چرخبال‌های حربی وارد کشور ما گردیده در مشق‌های حرب میدان گرنیزان ختلان قرارگاه موقتی خویش را تشکیل نمودند. هیئت نظامیان قوه‌های مسلح فدراسیون روسیه را در این مشق‌ها اساساً جزء تام‌های پایگاه نظامی 201 این دولت تشکیل نموده در آن کارشناسان حربی و هواپیماهای محاربوی از دیگر منطقه‌های این کشور انتقال یافتند. از جانب قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به مشق‌های مشترک حربی، هیئت شخصی قسم واحدهای نظامی قشون‌های خشکیگرد مستقر در گرنیزان ختلان و چرخبال و هواپیماهای قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی جلب کرده شدند. نظامیان قوه‌های مسلح سه کشور در میدان شرطی جنگ یا خود مشق‌های حرب میدان با گستردن خیمه‌های زیست و تشکیل دیگر شرایط ضروری خدمتی و معیشی قرارگاه موقتی بنیاد نموده از روی موضوع و مطلب مشق‌های وسیع نظامی با کارکرد عنصرهای مختلف ضد تروریستی شروع نمودند و به دور نهایی این رزمایش وسیع نظامی آمادگی همه‌جانبه می‌گیرند. میدان شرطی جنگ یا خود مشق‌های نظامی حرب میدان با پهنایی زیاده از 200,000 متر مربع در قسمت جنوب کشور قرار داشته. آن از مرکز پایتخت شهر دوشنبه در مسافه 170 کیلومتر جایگیر است و از نقطه فرماندهی که مرکز مشق‌های حرب میدان محسوب می‌یابد طبق حساب خط راست مستقیم تا سرحد دولت اسلامی افغانستان آن در مسافه 25 کیلومتر جایگیر میباشد. موافق مطلب برگزاری مشق‌های مشترک حربی، جزء تام‌های نیروهای مسلح تاجیکستان و روسیه بعد گرفتن دستور بانگ خطر در مدت 6 ساعت و هیئت نظامیان جمهوری ازبکستان باشد طریق راهپیمایی مرشی از این کشور در دام 10 ساعت با تکنیک و لوازمات بجنگ پیش بینی شده به منطقه‌های احتمالیتی محاربه مدافعی یا خود مشق‌های نظامی حاضر شدند و موقع‌های جنگی خود را پر اشغال نمودند. در مشق‌های مشترک وسیع نظامی در مجموع زیاده از 2000 نفر خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح سه دولت اشتراک نموده در آن 25 عدد چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی، هواپیماهای محاربوی و ضربه‌زن، بمب انداز و قیرکننده، نزدیک 300 عدد تکنیک‌های زیرپوش جنگی و مخصوص، توپ یا خود واسطه‌های گوناگون ارتلری، تکنیک‌های اتومبیلی، سلاح و مهمات مختلف حاضر زمان حربی و دیگر لوازمات مخصوص نظامی استفاده می‌شوند. هدف دایر نمودن مشق‌های مشترک وسیع نظامی این عملاً سنجیدن اجرای وظیفه‌های جنگی جزء تام‌ها هنگام نامعتدل گردیدن وضعیت در سرحد دولتی، صیقل دادن تجربه هیئت شخصی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، فدراسیون روسیه و جمهوری ازبکستان در تشکیل عملیات با موافقانه نظامی، هماهنگی جزء تام‌ها در صورت به وقوع پیوستن همه گونه تهدید خطر، وسعت دادن قوه و واسطه‌های مادی تکنیکی، آموزش و ازبر نمودن منطقه و موضعهای جغرافی ضمن دایر کردن عملیات جنگی و سفربری قشون‌ها را در سمت دایر کردن عنصرهای مختلف ضد تروریستی در منطقه‌های مرزی، شرایط دشت و صحرا و کوهستان حدود جمهوری تاجیکستان در بر می‌گیرد. در نظر است که مرحله نهایی مشق‌های مشترک وسیع نظامی سه کشور روز 10 آگوست پورا جنبست و نتیجه گیری کرده می شود.